دکتری به نام ذاکر ناکا که شما شنیدید تو تلویزیون ها، دکتره، خدا اینو بلند کرده، در هر جلسه 100,000 500,000 هندو مسلمان. اشهدو الله اله الا الله الا الله و اشهدو ان محمدن عبده و رسوله. I bear witness. أشهد الله إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. I bear witness that there is no God but Allah, and I bear witness that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the servant and messenger of God. MashaAllah, become Muslim. أشهد Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I bear witness that there is no God but Allah, and Prophet Muhammad is his messenger and servant. MashaAllah. You're a Muslim, MashaAllah. May Allah reward you, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He guide you, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala may He grant you Jannah. یک دکتر تحصیل کرده خارجی شروع کرده خدمت به دین اسلام. همین الان تو جلساتش 2 سال قبل اون جایزه ملک فیصل به این داده شد. جایزه ملک فیصل به این داده شد. جایزه شیخ زاید به مولانا ندوی داده شد در هندوستان. من اونجا بودم، مولانا اعلام کرد ای مردم، جایزه ای که من نمیدانم به خاطر چی به من دادن، من به مدارس هند وقف کردم. بله، این جایزه رو من به مدارس هند وقف کردم. یعنی من نیاز به دنیا ندارم، چون اهل دنیا نیستم. اینا صحابه صفت بودن برادران. حضورشون، ظهورشون این زمان شد، ولی اعمال و کردارشون کردار صحابه بود.